سلام به همگی. من اومدم سینا فوتبال دوباره اومد بعد چند روز خدمت شما رفقای گلم. دلم خیلی براتون تنگ شده بود، عجیب خیلی مدید و پدید. ضمن ارزیاد بوده همه از دست رفتگانمون که امیدوارم خدا به اونا و خانوادهشون صبر عطا کنه و انشالله روزای خوب برای هممون برسه. رفقا بریم ببینیم چند وقت پیش اتفاقاتی افتاد و یکم از این حال و هواتون اگر اجازه بدید و رخصت بدید از این حال و هوا درتون بیارم. رفقای گلم خیلی دوستتون دارم، شما جزء خانواده من. چند وقت پیش فکر میکنم 6-7 روز پیش تولد نیمار و رونالدو بود که سالهای قبل من براش پست اینا درست میکردم چون امسال جزو خبرهای مهم نبود و اهمیتی نداشت بهش رسیدگی نکردیم، اما تولدشون بوده. فکر میکنم نیمار 34 ساله شده، رونالدو 41. هنوز تو 41 برگردون میزنه، اینم تو 34. سانتوس از سقوط نشون میده، نجات میده. گزینه بعدی این چند وقت پیش که همتون متوجه شدی کریس رونالدو اعتصاب کرده بود، گفته بود آقا حقوقمو بدین، حقوقمو بدین وگرنه بازی نمیکنم. یا حقوق منو میدی یا بازی نمیکنم. همچین حرکتایی زده بود. ما به چهارپایه داریم. ببخشید بچه، ببخشید، خودتو نگه دار سینا دیگه. مجلسی بشیم. مجلسی چند وقت پیش رونالدو اعتصاب کرده بود. رونالدو اعتصاب کرده بود چرا حقوق منو نمیدین. باز دیگه رونالدو پول پرست نیست. شوخی کردم، رونالدو اسطوره همه است، ولی خب هر جایی شما صفر بگیری شل میخوری، شل بگیری صفر میخوری. آقا ولش کنین. رونالدو اعتصاب کرده بود، محکم هم اعتصاب کرده بود، اعتصاب مشتی، و حقشو بالاخره از تیم النصر گرفت. فکر می‌کنم حقوق بازیکن‌ها رونالدو و بخشی از قراردادشون مشکل خورده بود. رونالدو هم قرار کرده گفته یا پول یا چی، هر چی میگفتن بابا بیا بازی کن جان ما. بقیه بازی می‌کرد، رونالدو اعتصاب کرده بود و مهمترین مهرم توی اینجور موقعیت‌ها، توی این موقعیت حداقل رونالدو بود که اعتصاب کرده بود و مجبور شدن حقو چیز میذاشو بدن. اما باز برعکس فوتبالی‌های عربستان میگفتن نمیدونم چه خبره دیگه، هیچ بازیکنی بزرگتر از باشگاه نیست. از آخر خب بازیکن بزرگتر از باشگاه شد و تونی کروس یک حرف جالبی زده بود. میگفت اون زمانا که شما بازی بلد نبودین، اصلا کسی نمیدونست اینجا کجاه، رونالدو اومد شما رو معرفی کرد به این یکی به اون یکی. حالا میان از این انتقاد میکنین ها؟ نمیدونم چه حرفایی زده بودم، ولی خب دیگه ول کردم. چه بازی بود سیتی لیورپول. من هم سکوت کنم به احترام اونایی که بازی رو ندیدن سکوت میکنم. بس همه اینقدر بیشتر نمیتونم سکوت کنم. من چقدر سکوتم راه داره، مثلا نمیتونم. چه شعالیه. عجب بازی بود، عجب کاشته زد سوبوسلای. کاشته سوبوسلای ببینیم. کاشته سوبوسلای از این زاویه همینجوری وای میسته یه نگاه به این بر یه نگاه به اون. دقیق یک کلیپی داره سوبوسلای که ازش میپرسن بهترین کاشته‌ای که تو عمرت دیدی چه کاشته ضربه ایستگاهی بوده، بعد میگه اون ضربه ایستگاهی رونالدو که اینجوری داشت میرفت اینجوری شد. دقیقاً خودش یه دونه مثل اون زد. من اینه ببین این کلیپه، میگن بهترین کاشته‌ای که دیدی کی زده؟ رونالدو. میگه حالا کاشته رونالدو رو ببینیم، مو نمیزنه با کاشته سوبوسلایا. رونی میگه خوب بزنی جان ما آبرومون نبری. دقیقاً همینجوری شده. حالا ارتفاعش خیلی بالاتر بود. قیافه دوناروما هم مثل همین دروازه‌بان شد. حالا گلشو ببینین. دوناروما نگاه کنین اینجوری. دو تا فقط. یعنی 3 تا بودن مدافعا گل نمیشد، ولی چی زد؟ سوبوسلای مشتی میزنه، ناکل میزنه، به سبک رونالدو میزنه. خیلی خفن و باحال بود. عجب بازی بود، عجب کامبکی شد. خیلی خفن بود. خیلی جالبه که باز خود هالند گفته بود آقا من دلم به حال سوبوسلای سوخت. حیفمون کاشتش، ما هم دلمون سوخت داداش. بعد یه چیز جالب، پپ گواردیولا تا حالا تو آنفیلد لیورپول رو نبرده بود. الان فکر کنم 7 سال پپ گواردیولا پرمیر لیگ، ولی لیورپول تو آنفیلد نبرده بود. بعد جالبه که کامبک زدن دقیقه چند. عجب بازی. توی نشست خبری هم خیلی صحبت کرده بود پپ گواردیولا که بابا اصلا کم قروس میکنه تو آنفیلد لیورپول بردم. همینجوری تو آنفیلد باز منچستر یونایتد هفته منچستر یونایتد بوده حاجی چیکار کرده.
حاجی چی کار کرده؟ تماشاگرش ضایع کرد. اومد آرسنال رو برد، سیتی رو برد، عرضم به حضورت که تاتنهام رو برد، فولام هم برد و وستهم مساوی کرد. خیلی تلاشی. ما یه بخش داریم واسه همین، بریم ببینیم. چجوری آرسنال؟ چجوری؟ هنوز دقیقه 95 گل مساوی رو زد. نه بابا بگو دیگه خدا وکیلی چجوری؟ اونه دیگه استادا فقط میفهمن. همین اینقدر بگم که اون شما رو برد با من به زور مساوی کرد، پس من از شما قوی ترم. فهمیدین؟ قفشی بابا چی پریتا بنال دیگه. ما رو برد به زور با این مساوی کرد. این وسم چیه؟ خواری کن. وسم خواری تو، وسم مادر تو، وسم پدر تو. خب این بخشش. حالا بریم ادامه داستان. آربلوا مربی جدید رئال مادرید توی نشست خبری گفته که امباپه میتونه از کریستیانو رونالدو عبور کنه. اصلا راجع به مربیگری صحبت نمیکنه. بابا داداش اینو عوضش کن. اینو عوضش کنین که دهن کل تیمو داره سرویس میکنه. سیمونه چی گفته تو نشست خبری؟ اتلتیکو جلوی دفاع اتوبوسی فلج میشود. چقدر حال میده اتوبوسی بچینن. نه سلطان اتوبوس میگه جلوی اتوبوسی ما خودمون فلجیم. سیمون تو که این حرفو نزن داداش. پاش از اتلتیکو برو حداقل یک روش حمله دیگه بساز. من نمیدونم دستاورد سیمونه تو اتلتیکو چی بوده. شما به من بگین. فکر کنم یه بار قهرمان لالیگا شده با یکی دو تا هم جام حذفی کوپا دل ری. به قول یکی از بچه‌ام همیشه اذیتش میکنم. اولین بار بجی که بگه کوپا دل ری گفت کوپا دل. از همینجا به سلام میکنم. خیلی هم دوستش دارم. از اون ور خیلی جالبه، شاید همتون الان بدونین موقع انتخاب ریاست جدید بارسلوناه. حالا لاپورتا استعفا داده که بتونه توی رأیگیری دوباره شرکت کنه، ولی به خدا که دروغه. این لاشی به نظرم برای فرار از مالیاتی، پیچوندن پولی چیزی داره این کارا رو میکنه. ایدون به تله نمیده. جاش داره 2 روز دیگه دوباره انتخاب شه بگه مثلا با اتوبوس بارسلونا برین خط واحد کار کن. بازیکنان وقتی که خیلی تعویض بدین کارگری، سلفو بدین اجاره برای مراسم و تالار و عروسی و اینا. لاپورتا اینجا چیزش نکنیم. بعد خیلی جالبه که یه بنده خدایی هست میگه مارکا گفته اگه کسی غیر لاپورتا انتخاب بشه هانسی فلیک میمونه، ولی حتما دوکو میشه مدیر ورزشی یا کسی که بازیکنای بارسلونا رو میخره، اون حتما عوض میشه. حقیقتا هم خرید آنچنان بازیکنی تو این چند وقت نداشتن، چون لحاظ مالی خیلی بارسلونا تیمش فاجعه است. عرضم به حضورتون که کارواخال خبر بعد دارم برای رئالیا، اینو الان نمیگم بگم. حتما دیگه کارواخال آخر فصل از رئال مادرید میره دیگه. الان رئال خالی شد دیگه، یه جورایی همه جدیدن غیر کورتو از ترکیب. آره از 2017 فکر کنم هیچکی نمونده دیگه. واقعا هیچکی نمونده، همه تیم جدید شده. از یک کنار من بیام برای شما بگم مارسلو، همین کارواخال که داره میره، ناچو، واران، راموس. عرضم به حضورتون که میایم بالاتر کاسمیرو، کاسمیرو، مودریچ، کروس، گرت بیل، رونالدو، بنزما. علی مونده به قول معروفه حوزش. در صورتی هم که باز خیلی ها میگن که از اون ور پپ گواردیولا حتما دیگه امسال سال آخرش توی منچستر سیتیه. گزینه‌هایی که براش گفتن خیلی جالبه: فابرگاس، مارسکا، ژابی آلونسو. اینا تیمای خودشون رو ندونستن نجات بدن بیاری سیتی. این که فکر می‌کنم شایعه بیش نیست. بیایم سراغ لیگ ایران. نگاه کنیم بچه‌ها، این سیر تکاملی پرسپولیس باخت طبیعیه. جزوش بده. نگاه کنیم. برد. باخت. دوباره جلو سپاهان برد. جلو فولاد باخت. جلو چادر ملا فکر می‌کنم آره. بله چادر ملا برد. ملوان باخت. بازی بعدی رو میبره. بازی بعدیشو میبازه. شرط بندیم با رفیقاتون میبره. الگوش اینه. بازی با ملوان باخت. از اون بر باز دیروزم الحسین استقلال آورد.
داداش گلم نگاه کن، از حسین باختی، به علی و حسن برسی میخوای چیکار کنی؟ علی مثلا میشه النصر، مرحله بعدی که صعود کنم میشه حسن. خیلی جالبه. من یه موقعیتی دیدم بچه‌ها برام فرستادن، اصلا فوتبال ایران نمیبینم. چند روز پیشم فکر میکنم آقای میثاقی آب میدن بهش، او آب میثاقی رو دادین، یادم میرفت الان خوش میشد. قراردادهای بازیکنان افشا کرده، اینا کاری ندارم، من اصلا به قرارداد بازیکن، ولی خب یه چیز خیلی برام جالبه. یه موقعیت سعید سرخیزان دیروز دقایق اول بازی تو براش فرستادن، کنترل کرد زد بیرون تو مقاطع جریمه. من فقط میدونم که حداقل شاید فصل 30-40 میلیارد پول اینا باشه. یعنی من اگه همین لباس منچستر یونایتد، همون هوادار فرمی منچستر یونایتد رو بذاریم اونجا و به عنوان دیوار ازش استفاده کنیم، به نظرم از اون چیزی که 30-40 میلیارد هزینه شده براش بهتر نتیجه میگیره. حالا نه که من کلیک کنم فقط روی یک بازیکن یک تیما، نه حقیقتا بحث ملی اونجا، خب بزن اونو دیگه. این که شما مثلا 10 تا توپ بیاد 10 تا رو خراب کنی، چه فرقی داره با یک آدمی که از بیرون بیایم بذاریم اونجا و 10 تا رو خراب کنه؟ باز اونجا میگه من اینو مجانی آوردم. اینم گفتم باز طرفدار استقلالی، بابا ولم کنید، من طرفدار هیچ تیمی نیستم. حالا منچستر یونایتد میندازم وارد نگی آلمانی تو نازی، وای وای چه سینای نازی، ولم کنید بابا. خیلی جالبه. عرضم به حضورتون که تو نشست خبری هم ساپینتو و جلی که مصاحبه کردیم گفتن ما تیم آنالیز کردیم، ولی اینکه دیگه باید توپا گل میشده نشده دیگه. ولی خب چی میگم، فوتبال دیگه. اصلا مثل خودش بگم آقا ما 2 تا میل زدیم یا نزدیم، خب دیگه فوتبال دیگه. مثل خودش گفتم یا نگفتم. از اون برم اسکوچیچ گفته بود ما میخوایم نشون بدیم چرا تیم دومیم، ولی خب نتیجه برعکس شد. یه تلنگر خوبی بود برای تراکتور که بفهمه لیگ نخبگان اینجوریه. از طرف هم شانس آورد تراکتور که تیم‌های عربستان اصلا هیچ کدوم بهش نخوردن، ولی خب خوب شد. ان شاءالله همه تیم‌های ایران الان فکر می‌کنم سپاهان 2-1 جلوه، همه‌شون ببرن نماینده برن بالا. ولی خب چیزی که مهم‌تره مردمه. اینا من میگم مثلا ان شاءالله این بشه، نه اصلا نشد. وضعیت اقتصادیمون خیلی مهم‌تره تا همچین چیزایی. بعد خیلی جالبه تاجرنیا و میثاقی که آبشو دادین، من آبشو خیلی نگرانم. شما چند وقت پیش نبودیم من به میثاقی آبمون رو نداده بودیم، خوش شده بود بنده خدا، دستش اینجوری بود کلا. چیکاری میثاقی چیکاری، من دستم خوش شده، آب بدین به من. آب از دیگه جویباری و میثاقی آبشو دادین، ما هم دیگه دعوا افتاده بودن. تو چرا قبل مسابقه اینا رو گفتی؟ راستم میگه، میذاشتی فردا شب، که تازه فردا شبش اگه میگفتی که اینقدر بازیکن‌ها توپا رو گل نکردن، اینقدر قراردادشون اینجوری، ولی خب عجیب و غریبه. نمیدونم پرسپولیس میخواد بره نمیدونم صد به این میبازه نمیره، استقلال میخواد بره صد میبازه به اون نمیره، سپاهان میخواد ببازه نمیره، تراکت نمیدونم. اصلا لیگ ایران نگاه نکن، نمیدونم توش زیاده. بریم جدول لیگ نخبگان رو ببینیم. الهلال اول، الاهلی عربستان دوم، تراکتور سوم. ایشالله که تراکتور بازی بعدیش با القرافه قطر. همه تیم‌ها به نمایندگی از ایرانن، ایشالله که ببرن، چون شما میبینید خوشحال میشید. من خیلی از رفیقام واقعا از باخت استقلال دیروز جلوی الحسین که وای به حالی که علی بیاد باش بازی کنه، علی باش بازی کنه، ناراحت شدم. من دوست دارم ببره که خوشحال بشه. یعنی که من اصلا فوتبال اینا رو نگاه نمی‌کنم، اینم جدولش بود. بعد از اون برم توی بازی دیگه دیروز الاتحاد القرافه رو برده به سبک استقلال قطر رو، حالا پس عددش من نمیدونم. مثلا الاتحاد الوصل، البته خب استقلال یکی زده بود، نگاه کنین دیگه اینجوریه. خبر خوب برای پرسپولیسیا بگم که درویش داره برمیگرده. چه خبر خوبی، هر کی رو میندازن بیرون از یک راه دیگه میاد. این من می‌خواستم اینو بگم در اصل که خبرش مهم نیست. یکی رو میندازن بیرون به خاطر که خوب نبوده با از یک سوراخ دیگه میاد. نمیدونم اصلا همه خبرات تو لیگ ایران تعجب آوره. نه یه بازیکن آورده چادرملو، خدا وکیلی اسمشو بیان بخونیم، ماورو آندرس کابایرو آگویلر. ماورو آندرس کابایرو آگویلر مهاجم پاراگوئیه. بریم به کی بگیم ما از پاراگوئه لژیونر آوردیم؟
همه تیمو نمیدونم، یکی از این ور یکی از اون ور. ما از پاراگوئه یه لژیونر پاراگوئی نام ببرید کی میگیره؟ اسمش نگاه ماورو آندرس کابایرو آگویلر. الان اینه باید بگم ماورو آندرس یا بگن کابایرو آگویلر، یا بگن ماورو آگویلر یا بگن آندرس کابایرو، یا بگن آگویلس ماورو یا بگن آندرس آگویلر، یا آندرس ماورو کابایرو آگویلر. رفت به چادر ملای اردکان. خلاصه کی پیداش کرده؟ چی سرچ کردی اینا آورده؟ حتما سرچ کردی بازیکنی به نام ماورو آندرس کابایرو آگویلر، مهاجم پاراگوئی هست مثلا تو ترنسفر مارکت ببینیم خالیه. خدایا مثلا بازیکن خالی مثلا این آورده خود گوگل. روز خدا. عرضم به حضورتون تو بازی سیتی، عرضم به حضور لیورپول، دیدین بعد از اون که سیو دوناروما رو انجام داد پپ گواردیولا چوری اداشو در آورد اینجوری کرده. جدیدن دیدین این چیزی تو دهنش انگار آدم سفید توف اینجوری میکنه. نمیدونم این چیز سفید انگار همش توف میکنه. دوناروما یه سیوی کرد اینا پاشو گفت جب سیوی. این ویدیوشو نگاه کنید. جب سیوی. خیلی فیلم این کچل وامونده. الان گواردیولا پیام میده به اون هوادار منچستر یونایتد میگه جون کی کچله؟ میتونی کچل کنی؟ نه. گزینه بعدی این چند وقت اتفاق افتاد نگاه کنید بچه‌ها. هر اتفاقی میفته تو این کشور ما خیلی اتفاقات از زیادی میفته. جنگ، کرونا، از دست دادن عزیزای دلمون. ولی خب یه تیمی هنوز یه تیمای چمپیونز آسیا نبردن دیگه. همین می‌خواستم. کارل بازیکن جوون بایر مونیخ. ببینین چه تکنیکی داره. کن اینجا یه اینجوری یاد کدوم رفیقت افتاد. بس مدافع حریف براش اینجوری میکنه. کلا دست نزن داشت تو کاری نکن انقدر فریبمون نده. رونالدینیو، کارلیندینیو. خیلی صحنه سوتی جالبی بود. بیچاره این هواداره ولی منچستر یونایتد قوقا کرده با کرک الله اکبر. هوادار منچستر یونایتد خدا بیامرزدی که رفت. ولی خب فکر می‌کنم چند روز دیگه بازی آسونی داره منچستر یونایتد. اونجوری که سیتی و آرسنال و تاتنهام برد اونا رو حتما باید ببره. به زودی این کل میشه. من بهتون قول میدم. ما اونو پیدا میکنم و کچلش میکنم. مهم نیست کجایی که صفات. من کچلت میکنم. ماشاءالله. نیمار همینجوری عشقی برای بچهای مسی و خود مسی کیتشو فرستاده. عکس رو نگاه کنید. شاید براتون جالب باشه چرا این یکی مسی امضا نداره. خب مثلا امضای نیمار برای مسی بیشه دردی میخوره. ببره مثلا بگه این لباس داریش امضای مسی داره نمیخری نظر. آره چی برامونه باید امضا میکردم؟ مسی با نیمار قهره. فقط نیمار فقط پسرای مسی رو دوست داره. آره. عرضم به حضورتون که اتفاق جالبی هم نیفته این چند وقت پیش تیم ملی اندونزی دوم آسیا شد و یه کلیپ سمی هم به دستم رسیده. بچه‌ها اینم ببین. این حاجی رو نگاه کنید. انگار سوپر گل زده. انگار همین الان قچی برگردونه رونالدو رو زده. انگار همین الان تو پستان کرده کار بقال باشه تا برگردونه اینجوری میکنه. چی کار میکنه؟ یه عکس بازاری گرفتین لاجی. داره چی میگه؟ اینجوری میکنه. خدا شکر. این فرید مثلا حرام گفت داداش خیلی قشنگ رفتی و رسما سوپر لیگ کلا سوپر لیگ جمع شد قضیهشو. بارسا و رئال هم در اومدن. ما اصلا نفهمیم چی شد. یک لیگی گفتن بسازیم ساختن ول کردن. همش همینجوری عجیب و غریب. آخرین خبری هم که اومده مثل این که سرمربی تاتنهام اخراج شد. چیکار؟ تاتنهام همین میده ما تاتنهام مثلا یه چیزی بیایم بگیم. چقدر جالب سرمربی تاتنهام. این اصلا موضوعی ندارم براش بگم. خب رفقا این تا جایی که تونستم این چیز میزه که این چند وقت اتفاق افتاده بود و اومدم براتون گفتم و امیدوارم حال دلتون عوض شده باشه. مثلا تو این چند وقت که بیشتر خبرها غم انگیز بود. جزو خانواده منین. اگر جای نیاز به راهنمایی دارم حتما من راهنمایی کنین چون من
دوست دارم دقیقا اون چیزی باشه که حال دل شما خوب بشه. خیلی دوستتون دارم، همیشه مواظب خودتون باشین. نوکرتونم. تا قسمت بعدی، فعلا.